سریال به هیچ وجه از لفظ زامبی استفاده نمیشه، همیشه به اونا واکر یا بایتر گفته میشده، در صورتی که هممون میدونیم این موجوده چندشاور همون زامبیایی هستن که تو کمیک‌های واکینگ دد آمریکا رو تصرف کردن. کلی سیاهی لشکر برای ایفای نقش واکرها به ساخت این سریال کمک کردن، ولی هیچ کدوم اونا مادرزا زامبی نبودن، بلکه توی مدرسه‌ای تحت عنوان مدرسه واکرها آموزش دیدن. یکی از مشقاشون هم نگاه کردن به آدمای مست، اونم ساعت 2 نصف شب بوده. تو تیتراژ آغازین اپیزودهای هر فصل لوگوی The Walking Dead به نمایش در میاد، اما اگه دقت کنین فصل به فصل این لوگو رنگ و روی خودش رو از دست میده. اگه گفتین چرا؟ چون بدن واکرها هم داره کم کم متلاشی میشه. تمام سر صدایی که واکرها میشنوین همش مربوط به مراحل پستولیده و تمامی سیاهی لشکرها اصلا این حقو نداشتن که تو طول فیلم برداری صدایی ازشون در بیاد. از دیگر مسائل واکر بودن تو این سریال همین بس که بازیگراشون مجبور بودن تا پلیک نزنن. حتی اگه دقت کنید تو فصل سرما بخاری از ذهنشون بیرون نمیاد، که البته این یه مورد تو مراحل تدوین حذف شده. میدونستین که نورمن ریداس اول برای بازی تو نقش مریل تست داده بود؟ خب اون تو این تست مردود شد، ولی بعدش ناامید نشد و با تحت تاثیر قرار دادن سازندگان سریال تونست نقش دریل رو به دست بیاره. یه بار تصویر از نورمن ریداس تو فضای مجازی منتشر شد که نشون میداد شکمش حسابی دریده شده. همه فکر میکردن که کار اون تو واکینگ دد به زودی تموم میشه، اما بعدا معلوم شد که اون عکس اصلا ربطی به این سریال نداشته. هممون سر کار بودیم. تو کمیکای واکینگ دد ریک تو همون اوایل داستان دستاش قطع میشه، ولی تو سریال یه همچین چیزی وجود نداره، چون سازنده‌ها می‌خواستن هزینه جلوه ویژه رو کمتر کنن. یکی از ایده های فرانک دارابونت این بود که اپیزودایی از سریال به داستان‌های مستقلی بپردازه. برای مثال اون قصد داشتن واسه سربازی که ریک تو قسمت اول توی تانک با ملاقات کرد یه اپیزود جداگونه رو توسعه بدن، اتفاقی که با جدایی دارابونت هیچ وقت به واقعیت تبدیل نشد. جان ورنکر یکی از بدرکارهای سریال از ارتفاع حدوداً 7 متری سقوط کرد و از شانس بعدش به فاصله تنها چند سانتی متر از پدای محافظتی روی زمین سخت افتاد. متاسفانه تلاش‌های تیم اورژانس هم نتیجه نداد و اون جون خودش از دست داد. با اعلام پایان سریال در فصل 11 The Walking Dead تبدیل به طولانی‌ترین سریال درام در حال پخش از نظر تعداد اپیزود شد، اونم با 177 قسمت. بدون شک یکی از جالب‌ترین اتفاقای واکینگ دد اینه که دنیای مشترکی با سریال محبوب بریکینگ بد داره. تو فصل دوم مشخص میشه که مریل قبل از شیوع دلال مواد مخدر بوده و روی موادی به اسم بلوئسای کار میکرده، موادی که دسترنج استاد والتر وایته. یکی دیگه از اشاره‌ها به سریال بریکینگ بد دو چالنجر قرمزیه که گلن باش رانندگی میکنه، این همون ماشین والتر وایته.